یک اعرابی در یک صحرا زندگی میکرده است همراه زن و فرزندش. در صحرا باران در یک سال یک بار یا دو بار میباره. همون وقتی که باران میشیده است یک جا یک نووردان کرده بود است یا نوشوره. آب باران به همون سرازیر میشیده است. در زیر همون نووردان یک چوکدو را بسته بوده. آب در همون چوکدو جمع میشیده است. از بس که در صحراها آب شیرین نیست، آب شور و تنج است، آب تلخ است. این آب باران که شیرین است در دهن این اعرابی و اهل بیتش مثل آب جنت میتفت است. همین قدر شیرین و گوارا لذت میبردن از آب. یک روز زن اعرابی شکایت میکنه پیش شوهرش که آخی خدا جان تا بگیره به همین دو شتر و دو بز اکتفا میکنی میگردی. مردم صاحب چیزا هستن، صاحب رمه و گلوها هستن. آخه من شنیدم که در بغداد یک پادشاه خوب شده است، بیمار داری که بغداد برای پیش همون پادشاه عرض سلام و پیام بری، خواهش کنی یگان چیز بته. آخه تو مسلمانی برادر اسلامیش هستی، بیایم زندگی مون اصلاح کنیم، لااقل همی خونه ها مون تعمیر کنیم. این مرد میگه ای زنی ابله دستی خوری چی کنیم پیش خلیفه برم. دستی خوری چی کنیم میره عیبه اوخی ای فلان جا اومدم دو دست افتی بینی من شر بیدارم. زنش نصیحتش کرد گفت همون آب بر اخی توکلی با خدا ما همه اند آب شورا میخریم همون آب بر. خلیفه در حیاتش که آب خوردگی نیست، اخیل آب شیرین و گوارا آب جنتی ای خدا برای ما دو دستش. این بیچاره هم همون چوکدو را دهنش محکم میکنه و راهی تو دور و درازی که بیابان طی کرده با عذاب و مشقت به شهر بغداد بیاید. وارد شهر میگردد، نزد دروازه شهر میآید، در میکوبه. دربانا که میان میگه به خلیفه رسونه که یک اعرابی اومده است براش هدیه آوردم، یک آب آوردم که در حیاتش خوردگی نیست. اومدن گفتن یک اعرابی ادعا داره که یک آب جنتی آوردم براش. خلیفه گفت کو بدرو لیداش آوردمش. بعد گفت یا خلیفه همین از ما قبول که هدیه است، با سلام و پیغام اومدم. آوردن چوکدو را نزد خلیفه. وقتی که راست بنیش آورد آبی که یک ماه و دو ماه بیسته به سبب مکس البته که بو میگیره، همون بو و تعفن در مشامش رسید. این خلیفه بسیار زیرک بود، ایزاش نداد، ایزای مؤمن حرام. گفت به به عجب آبی گوارای آوردی، حالی بخرمش حیف بشود. خزینه دار فیروز کرد گفت بر این کوزه را خالی کنه، در اون شپری تیلا کن، آبا بگی در یگان ظرف پنهان کن، هر وقت که بیمار شده با بیاره با پخته در حلق مایمو بشکاره. ایرد گرفتن همون چوکدوش پری تیلا کردن، سر پاش کرد، اسبش داد، هدیه های زیادش داد، خلعتی نو. بعد گفت که اکبت رخصت با کدام ره اومده بودی؟ گفت از ره همی بیابان. گفت دیگه با این ره پس نرو که اعرابی های غارتگر در اوجه زیاد هستن. ایوس خاکی نداشتی چیز نگفتن. ایس اگر این مال و ثروت ببینن میترسن که غارتت میکنن، حتی خوفی به جانت میروه. بعد گفت برای ایره برای دریا فرستیدش. گرفتن آوردنش لب دریای دجله. اعرابی که در حیاتش جبور دیدگی نیست، جبور حتی ندیده است، دید یک آبی که پهنش چند صد متر موج زده رفته است، شیر بری سفید، یک مشت گرفت خورد. سبحان الله در حیاتش تری آب نخورد است. آخی شخصی که آب باران یک ماه دو ماه معن شده در نظرش مثل آب جنت میتابه، تصور کنه که آب شیرین دریا را بزنه چه حس میکنه. بعد گرفتم و کوزه را در سر شپید که واه خاک بر سرم، خوب احمق شدم. این مردم خیلی آب داشتی نه، من از این قدر رهی دور در یک چوکدو آبی بارانش آوردم به یورا. خوب شرمندگی. انا میترسم همون کسایی که از ختم قرآن میگریزن، از رحمت خدا خودشون محروم میکنن، فردا روز قیامت مثل اما اعرابی شرمنده و خجل میشوند، دیگه فایده شون نمیکنه. سبحان الله. آخی در حیاتت یک بار سوره بقره را در نماز در همین ماه شریف رمضان که گوش نکنی، ایسری دیل دیگه گوش میکنی. تو بقره را ندونی که در نماز بخونیش،
اوقی قاری بیچاره به یگان مزد مینداری اومده است مسجد آبادان میکنه و منور میکنه، مرگ مسلمانی که از ختم قرآن میگریزه. قسم به خدا من دلم به همیا میسوزه. از خاطر همون دلسوزی دائم تاکید شو میکنم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. ای مسلمانان گفت قرآن بخونه، زیرا این قرآن فردا روز قیامت برای صاحبانش، برای کسایی که محبتی به ختم قرآن دارن شفیع میگردد، طلب شفاعت میکند از خدا. بعدا حضرت دوام داد اقرأوا الزهراوین البقره و سورة آل عمران فإنهما تأتیان یوم القیامه كأنهما غمامتان او كأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابهما. حضرت گفت زهراوین یعنی دو سوره در آسترین قرآن، سوره بقره و سوره آل عمران قرائت کنید. زهراوین همین دو سوره را میگن. همچنین زهراوین آفتاب و مهتاب میگن به سبب نور زیاد داشتن شد. ببینید این دو سوره را پیامبر صلی الله علیه و سلم به آفتاب و مهتاب قیاس کرده است. اقرأ زهراوین، زیرا که این دو سوره فردا روز قیامت از برای صاحباشو مثل ابر برین میشوند میآیند، هر کدامش یک ابر جداگونه. فردا روز قیامت در او گرمی تفسان آدم احتیاج به ذره سایه داره، میآیند سری بالای سری صاحباشو سایه اندازی میکنند. کسایی که با میل رغبت گوش میکنند تلاوت بقره و تلاوت آل عمران، بالای سرشون سایه میافکنند. یا اینا میگن مثل دو توده پرندگان میآیند و حجت گذاری میکنن از جانب اصحاب شو که پروردگار را گناه همین بنده اکتب بخش، خداوند را رحمتش کن. من گواهی میتم که این مرد در شب ما را گوش میکرد، به میل گوش میکرد، به محبت گوش میکرد. سوره بقره میگه من گواهی میتم که در 3 شب رمضان این مرد در نماز تراویح تلاوت من گوش میکرد. آل عمرانش میگه در 2 شب تلاوت من گوش میکرد. بعد حضرت باز تأکید کرد اقرأوا سورة البقره فإن أخذها برکة و ترکها حسرة. سوره بقره را مسلمانان بخونه که سوره بقره را خواندن و گرفتنش برکت است، هم در عمر هم در حیات، و باقی گذاشتنش ترک کردنش حسرت ندامت است، پشیمان میشه. من یاد دارم چند سال قبل از این وقتی که در مسجد باری اول ختم قرآن را تشکیل کردیم، بسیاری مردم ریخ ولی هم باور کنی از ریش سفیدا به استثنای یک 12-15 نفر دیگرش فرار کرده است. اما الحمدلله و المنه خدای بزرگ این مسجد پر میکنه. از گوشه و کنار نمازگزاران میآیند، از گوشه و کنار جمهوری، حتی از دیگر ناحیه ها به مسجد ما میآیند که در ختم قرآن شرکت داشته باشند. و در صف اول یک چند ریش سفید میشیشتن جوان مردا. یکیش بابای شیخ خال محمد خدا رحمتش کنه. بابای شیخ در قید حیات نیست، از دنیا گذشت. همه آخران رمضان حیاتش به ختم قرآن گذرانده است. از ابتدای تلاوت تا انتهاش گریه میکرد. بابای شیخ سبزه قبرش چند بار شد که چند وجبی بالا شده است، با از سر خشک میگرده. شاید که علاقه بدن پوسیده باشه، اما او قرآن مونیس قبر شد تا روز قیامت. از دنیا چی بود؟ فرزنداش مونیس گروه شدن، خانه و در مونیس گروه شد. نه قسم به خدا، قرآن مونیس قبرش است، به خبر پیامبر صادق و مصدوق. زیرا اهل قرآن اهل خدا حساب میخورند. کسایی که با قرآن اهل هستند، قرآن دوست میدارند، خداوند اونا را اهل خود، عائله خود حساب میکنه. این است مرتبه و منزلت قرآن بزرگ. افسوس که تا حال بعضی‌ها و عقل نمیگیره و از این رحمت پروردگار خدا محروم میکنیم.
من به شما توصیه میکنم که غیر از نماز تراویح، غیر از ختم قرآن، در ماه شریف رمضان نماز شب بخونه. برادرای عزیز، همین یک ماه خوب نکردی هیچ بلود نمیزنه. من بدونم که روزانه سری خوابتون میگیری، اما کسایی که حتی کار هم میکنن همین هیچ گپ نداره. در رمضان همین 3-5 ساعت خواب کردی بس بدگی استوخی. شما اعضای المپی جمهوری که همین حتما باید در یک سوتکه 8 ساعت 10 ساعت خواب کنه، همین 4-5 ساعت کفایه میکنه. اما در رمضان شخص باید برای آخرتش توشه بغان داره، فکر آخرتش داشته باشه، خواب کمتر خط عبادت بیشتر کند تا اینکه بر رحمت پروردگار واصل گردد. قیام شب بعد نماز فریضه بزرگترین عبادت در نزد خدا محسوب بشه. و جوانای عزیز، من شما را توصیه میکنم که وقتی او سریخره خسته دیگه خوب نکنه، تو همون وقتی در میدان صبح صادقه نماز بخونه. در سر دسترخوان 1 ساعت نشین، در 15 مینوت که سیر میشه و بخید 45 مینوت دیگه نماز بکن. از خدا رحمت طلب کن، مغفرت طلب کن، از خدا برکت طلب کن تا پروردگار همون رحمت مغفرت برکت برات عطا کنه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم باره با معاذ ابن جبل رضی الله عنه مراجعت کرد، گفت یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر. یا معاذ گفت چرا با دروازه های خیر و رحمت و برکت دلالت کنم؟ حضرت گفت بله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الصوم جنة و الصدقة تطفئ الخطیئة کما یطفئ الماء النار و صلاة الرجل من جوف اللیل. گفت دروازه های رحمت 3 تا، یکم روزه سپر برای صاحبش، از بلاها در دنیا نگهش می‌داره، از آفت از عذاب و عقوبت ها فردا روز قیامت صاحبش نگه می‌داره. دوم صدقه که بزرگترین این صدقات زکات است. اگر خدای تعالی امکان بده هفته آینده در موضوع زکات مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. زیرا صدقه، خیرات و حسنات خواه فریضه باشند، خواه واجب باشند، خواه نافله باشند، غضب خدا را از سر صاحبش دور میکنند. و سوم نماز به شب، نماز مرد به شب. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم از قرآن تلاوت کردند 3 آیه را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يفعلون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. حضرت خداوندی در قرآنش میگه این بنده ها که کواک میکنن پهلوهاشون، بستری نرم ترک میکنن و به خاطر عبادت خدا، از ترس از محبت خدا جاگاه های گرم ترک میکنن و در نماز ایستن عبادت میکنن، اینا بنده های خاصه خدا هستن. هیچ نفرش حتی حس نمیکنه، حتی درک نمیکنه که برای اینا را خدای تعالی در جنت المأوا چی نعمت‌های مهیا کرده است، چی نعمت‌های برای همین شخصایی که شبخیز هستند، به شب عبادت میکنن، ختم قرآن میگذرونن، خداوند بزرگ چی نعمت‌های برایشون مهیا کرده است. به عوض عملی که در دنیا داشتن، به عوض همین شبخیزی شد، به عوض عبادت شب شد. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. آیا کسایی که مؤمن حقیقی هستند شب میخیزن، ختم قرآن میکنن، اونا مثل فاسقا هستند؟ اینا در حکم برابر هستند؟ لا یستوون، هرگز یا برابر نمیشوند. خداوند تأکید کرده است افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا.
لا یستوون. ای پیلتای خام از گوشت بگیره دور پرتوه. او کسایی که در مسجد ختم قرآن میگذرونن با او کسایی که از مسجد میگریزن و ترک سنت پیغمبر میکنن در حضور پروردگار برابر هستند؟ هیچ وقت برابر نمیشوند. هیچ وقت برابر نمیشوند. به رأی درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. تا کوشش نکنی، تا رنج نبری گنج میسر نمیشود. تا عذاب و محنت نکشی رحمت خدا به تو نمیرسه. شیخ ابو سعید ابوالخیر یکی از شیخ‌های بسیار بزرگ و بلند پرواز اسلامی است. یک روز در یک مجلس نشسته بود است. شخصای بزرگی در اون مجلس شرکت داشتند. از جمله شیخ رئیس ابو علی بن سینا هم در اون مجلس بود است. بعد حضرت در موضوع عمل گفت، در موضوع روزه رمضان، در موضوع ختم قرآن، در موضوع نماز پنجگانه بسیار به تأکید گفت. بسیار به تأکید گفت. بعدا به شیخ رئیس مراجعت کرد، به سینا. گفت یا شیخ رئیس قیام شب داری؟ شیخ رئیس به بعض روایات شیعی بود، شیعی اسماعیلی. اونا نماز تراویح ندارن. گفت قیام شب نداری؟ پس خطا از رحمت خدا محروم کرده. این سینا بعضا شعر هم میگفت، یعنی که یک استعداد شعر گفتن هم داشت. در جواب شیخ ابو سعید ابوالخیر بداهتا گفت مایم به عفو او تولا کرده، از طاعت معصیت تبرع کرده. آنجا که عنایتی تو باشد ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. ولی اگر پی احمقانه دارن که کسی اهل بیت دوست می‌داره و کسی علی را همراه فرزنداش نبیروش دوست می‌داره، خداوند آتش جهنم براش حرام می‌گردونه اگر چند فاسق و فاجر هم باشه. همون گپ شیخ رئیس میگه ما با عوف پروردگار رو آورده ایم. اگر عنایت خدا که شوه کردگی مثل نوکردگی میشوه و نوکرده مثل کرده. شیخ ابو سعید هم بسیار شاعر ممتاز است، بسیار بزرگ است. بعضا با ضرورت میگفته اما بسیار نظمای عالی داره. حضرت در جوابش گفت ای نیک نکرده و بدیها کرده، آنگه به خلاص خود تمنا کرده. بر عوف مکن تکیه که هرگز نبود، ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. ای کسایی که ای ختم قرآن میگریزه که رحمت خدا وسیع است، برای ما را همون علم ترکیف بس است. هرگز فراموش نکنه که هرگز در درگاه خدا شما با او کسایی که ختم قرآن میگذارن برابر نمیشید. هیچ وقت فراموش نکنه. زیرا حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم حتی در وقت بیماریش نماز شب ترک نمیکرد، تلاوت قرآن ترک نمیکرد. بیمار میشد اگر نشسته میخوند ترک نمیکرد. پس من شما را توصیه میکنم برادرای عزیز، نماز شب ترک نکنید. به غیر ختم قرآن و شب نماز بخونه. این رمضان مبارک یک هدیه الهی است. این گذرنده است، میره و ایاما معدودات همراه ما دراز نمیسته. یک روز میبینیم که رمضان گذشته است، رفت است. دیگه حیدریق میگیم، سر زانو میزنیم، پشت دست به دندان میگزیم، اما دیگر سود و منفعت نمیکنه. کی میدونه تو رمضان دیگر کی زنده و کی مرده؟ پس باید نه اینکه ختم قرآن بلکه قیام شب، نماز تهجد در رمضان ترک نکنیم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود علیکم بقیام اللیل فانها دأب الصالحین قبلکم. نماز شب ترک نکنید گفت ای مسلمانان، زیرا که نماز شب به شب عبادت کردن عادت مردای صالح پیش از شما بود. و هو قربة الى ربکم و تکفیر للسیئات و منهات للإثم. قیام شب، نماز شب، قرآن خواندن به شب
اولا قربت به سوی پروردگار به سوی خدا قریب میشوی. ثانیا کفارت گناه های شما است. ثالثا سوم نعمتش آن است که شما را از گناه ها باز می‌داره، از گناه ها منعتون میکنه. تا ساعت 11 و 12 را که نماز خوندی دیگه خوشت میکنه، در فکر تلویزیون میغلطی، میره سرک میمونی، خوب میکنی که ساعت در اون سرک در خوب نمونم. لیکن در ساعت 9:30 автомат واری خوندی علم ترکیف تا ناس خونه رفتی و میگویی که تلویزیون تماشا کنم، بعد چشمات مثل چشم بوم واری سرخ میشوه و با تا ساعت 11 و 12 تا تلویزیون در میشینی. از این خاطر از نماز شب خودتون محروم نکنید بچه‌ها. بزرگان با توسط نماز شب، توسط تلاوت ختم قرآن در نماز قربت خدا را میجستند. مادام که نماز شب قربت خدا است، از این بزرگتر، از این عظیمتر برای ما و شما دیگر چی لازم است؟ دانی که چی ها میخواهم. شیخ های بزرگ ببینید چی از ما دارن. شیخ نجم‌الدین کبروی میگه دانی که چی ها میخواهم، وصل تو منی به سر پا میخواهم. ای خدای بزرگ میگه میدانی که من چی میخواهم؟ وصل تو را میخواهم، دیدار تو را میخواهم. دانی که چی ها میخواهم، وصل تو منی به سر پا میخواهم. فریاد و فغان و ناله ام دانی چیست؟ یعنی که تو را میخواهم. میدونی برای چی به شب گریه میکنم؟ میدونید برای چی در ختم قرآن ناله میکنم؟ میدونی برای چی حسرت دارم؟ برای تو را میخواهم، فقط تو را میخواهم، دیداری به مثال تو را آرزو دارم. و شیخ نجم‌الدین کبروی مسلمان نیست؟ الحمدلله حنفی مذهب نیست؟ الحمدلله پیروی دین بزرگ نیستیم ما و شما. ما باید به همین بزرگا تقلید داشته باشیم، موافق گفته او عمل کنیم. در همین صورت انشاءالله رحمت خدای تعالی بالا ما واصل میگرده. مادر ما بیبی عایشه رضی الله عنها روایت میکند کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا صلی قام حتی ورمت رجلاه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به شب وقت نماز میخوان همه قدر قیام دور و دراز میکرد. حضرت نماز سوره های درازترین قرآن در نماز میخوان که پاهای مبارک ورم میکردن. باره دیگر گفتم یا رسول الله اتصنع هذا و قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای حبیبی خدا میگه گفتم آقای خدای تعالی با وجود معصوم بدن برای تو یک بشارت بسیار بزرگی داده است که هر گناهی حتی بکنی اگر میبخشم. چرا اینقدر جان تعذب میتی؟ در جواب گفت یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا. ای عایشه گفت من بنده شکرگزار خدا نباشم؟ شکرانه نعمت خدا را نکنم؟ چرا همین کار کرد پیغمبر؟ برای آنکه برای ما دستورالعمل باشه، از حضرت عبرت بگیرید. ای به نمیدونی مسفید 50 مسفیده سبحان الله، مردی 50-60 ساله از ختم قرآن میگریدی. هنوز دیر نشید است. من همون برادرایی را که در محله نوآباد زندگی میکنن دعوت میکنم که برادرو از رحمت خدا محروم نشده، از رحمت قرآن ختم قرآن محروم شده، از مغفرت خدا خودتون محروم نکنید. این عقی بگه دهی مغفرت سر می شود. اگر شما ذره عقل فراست داشته باشید، اگر قسم به خدا شما ذره محبت به اسلام و به خدا و به پیغمبر داشته باشید، همیشه همون قاری را میگیره میوره تا اینکه ختم قرآن را بگذرونه. خودتون از رحمت محروم نکنید. فردا میدونه که همون مسجد خصم تو می شود، قرآن خصم تو می شود. در اون صورت وای به حال تو که کسی به دادتون نمیرسه. ولی بعضیا میگن که سخت میگن دامله ها چی درد دارن که بسیار سخت میگن اسلام دینی آسان است. سخت برای آن میگن که به شما فایده و منفعت کنه. چرا خدا سخت میگیره؟ چرا گفته است 1 ماه روزه بگیره تا اینکه ما و شما را امتحان کنه، تا اینکه گند بدی ها را از ما دور کنه. همه چیز به منفعت فایده ما است. روزه روز قیام شب به فایده و منفعت ما است. از این خاطر خدا و پیغمبر برای ما تأکید کردند. بیمار را ببینه
بیمار سوزندارو فایده میکنه اگر چنده تنش میسوزانه. بیمار داروی تلخ فایده میکنه اگر چنده دهانش تلخ میکنه. لیکن نمیشه که بیمار قند شکلات بتی داروی تلخش میته دختر. از همین خاطر بعضا تلخ میگیم به خاطر آن میگیم که یک فایده و منفعت برسونه. بعضا سخت میگیم به خاطر آن میگیم که شاید کسی اصلاح شود، شاید که در کسی تأثیر کنه. آخه این سخن نرم لطیف و قدر تأثیر نمیکنه به این مردم دیر و سختی ما. حضرت مولوی روم یک قصه آورده است در فراویز صحبت. انشاءالله همین قصه را براتون بیان میکنیم و بعد دست به دعا میبرداریم تا جمعه دیگه انشاءالله، بعد نماز شروع میکنیم. حضرت در مثنوی شریف آورده است عاقل میرفت بر اسب سوار، عاقل میرفت بر اسب سوار، در دهان خفته میرفت مار. یک مرد عاقل بالای اسب سوار میرفت است. ناخواست دید که در زیر یک توت یا مردک به تخته پشخوی همه کمانده هست که دهنش با هوی کرده است کشوده. بعضی ها در همه خوب شد دهنش هوی هست و یک مار اومده است او را خیال یکون سوراخی موش کرده در همون دهن در اومده است. آن سوار آن را بدید و می شتافت تا ماند مار را فرصت نیافت. این بیچاره شتابان دوید اومد که از دم مار بکشه ای دهنش ببرورا که دیگه دستگیر نکرد. خونه سوخته مار در اومد برفت. چون که از عقلش فراوان بود مدد چند دبوس قوی برخفته زد. این مردک بسیار مردک عاقل بود است. این عقل پیشروی دولت است. باور کنید همه کسایی که به شب ختم قرآن بگیرن مردم به عقل هست. آینده شون فکر میکنن، آخرت شون فکر میکنن. میدونن که این خوی لعینه در همون گورم بد دست میاری. مرده هم فکر قیامت داره. این چقدر شما تشنه خوبه. مرده هم فکر قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است. همه مرده ها ای خواب بزار شدگی هست. میگن که قیامت بشیده باشه. این شما قدر میلی به خواب داره که ای ختم قرآن خودتون محروم میکنه. میگه از بس که بسیار به عقل بدی مرد آمد همون آدم خواه به گرز یک دتا در دهنی مقعدش کفت. بغل کرده بگیم یک دتا در دهنی کونش زد. او را در سرش بزنه سرش میده میشه آخی. برد او را زخمی آن دبوس سخت زو گریزان تا به زیر یک درخت. سیب پوسیده به سیبت ریخته. بیچاره ای خوش پرید خیست یک آدم به خشم غضب یک گرز آهنی در دستش کفته است ایران. دو بینکت بزنن قطنت میسوزه و به گرز آهنی بزنن. تصور کنی حال شد. همین دسته تایزد بیچاره جان جوری خدایی گفته گریخت. او مردک از سوار یاخیده بالای اسب سر کرده و وردش پیش کرده تا یک درخت. درختی سیب بده است. همین سیبی پوسیدگی که ریخته در زیر درخت خراشیدگی. سیب پوسیده به سیبت ریخته گفت از این خر ای بغم آویخته. سیب چندان مرد را در خور داد که از دهانش باز بیرون بیفتاد. بد کفتشه بخسیوه. بیچاره همین دسته گرفته در دل اینجش پر کرده و سیب خورده است. همین قدر سیب خورد با سیب پوسیدگی بیزه بیاخی دیگه ای دهانش گشته است. وقتی شکم پر شد و همین سرخروده هم یک معیار داره. از سرخروده دیگه بعضش خورید شد. بانگ میزد که امیر آخر چرا قصد من کردی؟ چی کردم من تو رو؟ بیچاره دیگه داد جور میگه که من تو چکارت کرده بی امیر؟ چی قدر جور میکنی؟ چی قدر عذابم دادستی؟ گر تو را زسل است بر جانم ستیز تیغ زن یک بارگی خونم بیریز. آخی خونه سوخته یک بار قصد داری یک باره بزن بکشم خلاص شم. تو چی عذابم دادستی؟ به جنایت به گناه به بیش کم ملحدات جایز ندارم این ستم. آخی خانت بسوزه گفت که من یگان جنایت نکرده باشم یگان گناه نکرده باشم. همون کافره که کافره این ستم روا نمیداره بر یک آدم بگناه. تو چی کلی مسلمانی؟ هر زمان میگفت اون نفرین نو اوش میزد
کندرین صحرا بدو. بیچاره او حقارت کرده سه این میکوش که بدو کن در همین صحرای کشاد بیچاره را دوونده است شکمش پر خودش جانش برآمده است این شپیده است که بدو در بالای اسب او را یاخی تا شبانگه میکشید و میکشاد تا نمیشه و کار بخیر تا شبانگه تنبله که در خواب دیگه دهش جمع کردن نمیتونست تا شب بیچاره را این جونم قشریلی هست که تا شبانگه میکشید و میکشاد تازی صفرا قی شدن در وی فتاد دیگه دل شورید زردجوش شد بعد قیش اومد و شکم شوریدن گرفت زوبر آمد خورده ها زیشت نکو مار با آن خورده بیرون جست از او وقتی که دل شوریده ایته زردجوش شد که زد زور همو خوردگیاش همه برو مدن او سیوای پسیدگی مورا مایم قطعیم زردجوش کشیده او تلخه میبریه بسیار بیزه بیاخی مورا وقتی او تلخی و تمکی را دید ای زهری خیچه بیزه دوید او را گریخ برو مد بیرون بزد چون زی خود بیرون بدید آن مار را لابه میکرد آن نکو کردار را وقتی دید ای دهنش مار غلطید بعد فهمید که این مردک صالح برای چی میزد است این خزغبش میزد است بعد و قدر نعمت نیکی این مردک رسید بعد اومد در پیشش زاره و جگیر سر کرد که مبارک ساعتی که دیدیم مرده بودم جان نو بخشیدیم صد شکر خدا گفت که هر چی تو را دیدیم آدمی به عقل بدهی یکون احمق میشیدی پروانه میکردی یا بورا بیدارو میکردی که در دهانت بور افتاد که تلخم میکردی میمردیم خدا عمر تدراس کنه گفت میبخشی که ما نفهمیدیم تو را دشنا معقورت کردیم حال اون که تو را همین را بکار به فایده و سود ما انجام میداده به خاطر ما میکرده به حضرت نصیحت میکنه خرگریزت از خداوند از خری صاحبش در پی زینیک و گوهری همین خری خونه سوخته را ببینه ایروی به عقلش ای صاحبش میگریزه بگه اوغل نمیان میگریزه در کوه داشت بیچاره صاحب ای قفاش ایروی اخلاق نیک نسپی سود و زیان میجویدش بلکه تا گرگش ندرد یا ددش برای چی همون خری فقط میکوه مبودو در قپ یکون گرگ نخره با این خری ملعون گرگ ببینم که شاخه بشه که دیگه آوازش نمیبروید تا یکون گرگ نخرش بیچاره صاحب شو خو نمیکنه و همون خری لعنتی را در جنگل میکوه که ایخ بجاشیده باشه وقتی که سخن سخت از جانب شارع میشوه از جانب واعظان میشوه عقلتون کار بفهمه که به فایده شما هست وانا نمیفورم که گپ شیرین بگم تعریف توصیف تو کنم اقام توزن فلانی بعد تعریفت که کردم البته میاری یگان سودکیتن لغت میکنی اخی نمیفورم میگم همین کار به فایده و منفعت و که هست سخت میکنه میگم از برای خدا همون مسئله کسایی که ختم قرآن میگریزن مسئله خری را میمونه که ای صاحبش میگریزن بخط بیایه در زمین دیگران خانه مکن کاری خود کن کاری بیگانه نکن ای مردی عاقل و مسلمان در زمین مردم بیگانه خانه نکن که خانه تا یه روز نه یه روز چپه میکنن تو برای خودت محنت کن برای بیگانه را چی محنت میکنی آدمی با عقل در زمین یک کس دیگه خانه میکنه کیست بیگانه تنی خاکی ای تو که از برای اوست غمناکی ای تو همون بیگانه انمی تنی خاکی ای تو بچه 5 کیلو خراب شدم در نماز استادم زورم اومد ای سرت مونه این بیگانه های اینا تو چی آباد میکنی برای کرمای لحظه برای کرمای لحظه همون دو استخونه که در تنش گوش چسبیدگی ای بس های تا تو تن را چرب شیرین میدهی گوهری جانت نیابد فربهی تا وقتی تو این بدن پرورش میکنی هیچ وقت روحی تو تربیه نمیابد داملا احکام الدین قصه کرد گفت سالی 2004 حج رفتیم گفت یک چند شیخا قطعی مونای در دستا تسبیح حضرتا تسبیح گردونی را بسته میکنن در کوچه بازار رفته یعنی تسبیح در دستشو میگردونن همه شیخان میره میگه در حرم خواب بود نمیکنن شما خواب کنی اومده آخی خواب که بکردی همون قشلاقات رو ساز بود نمیره نماز در حرم بخوره و در دوشنبه ایتا شیخه و رو تو دربور در اینجا اومده خواب بود نمیکنه
نمازی را که 100,000 فضیلت داره ترک میکنه. با یه روز میگه گفتن خیلی برمو بامداد میگه رفتیم نماز خوندیم هیچ جورا ندیدین آخه خوب بود نکردی چرا ببینی برو وردونشون میگه سهی میتاش تای افتابی گرمو با استاگ ریختم هیچ جورا نمیدونم تا نماز پیشینه بعد پیشین پیشو میرم همین دعای بده میکنم خدا جوانه مرگت بخشت چیکو کردی مورد تای افتاب پرتوفتی حتی همون راه و نیفتی که ای سیم قبط سیم بعد این بشوی الافی درم تای افتاب ششتی هست ایتمو را کشتی گفت بیمار داری دماز بخونه شما را مجبوری در همین جمعه تو نکنن نمیسته به اختیاری خطوخی علمی تو زمانی که تنپروری و خواه دوست میداری هیچ وقت روح تربیه نمیوبد گرمیان مشک تن را جا شود وقتی مردن گندی آن پیدا شود اگر همین بدن مرده را در بین مشک عنبر هم بگی یه هفته پس بوش تمام علما میگیرن هیچی فایدهش نمیکنه مشک را بر تن مزن بر جام بیمال مشک چی بود؟ نوری پاک ذوالجلال این مشک در تنه نشک فایدت نمیکنه مشک در جام بشک راه تربیه که مشک نوری پاک پروردگاره نوری خدا چیه؟ نوری خدا کلام خدا ای قرآن خدا ای که میگه من کلام حقم قایم بذات قوتی جان خورشیدی زکات نور خورشیدم فتاده بر شما لیک از خورشید ناگشته جدا متاسفانه وقتمونم تمام شد یکی صحبتمو به اتمام نرسید اما گمان میکنم که برای فضل ثواب ختم قرآن و فضل ثواب قیام شب همه مقدارش هم کفایه میکنه انشاءالله هفته آینده در موضوع صدقات زکات صدقه فطر صدقات نافله فضل ثواب آن با شما صحبت خواهیم داشت پروردگار و صحبت من صحبت مؤثر گردون نه از صحبت های بی تأثیر پروردگار او بنده هایی را که نادانسته از ختم قرآن گرفتند 10 روز خودشون ضایع کردند حالی از پیش 20 روز دیگر است خداوند هدایت شکر محبت ختم قرآن در قلباش جا کن که بی طاقت گردند بیایند ختم قرآن همراه دیگر برادرای مسلمان انجام دهند و پروردگار او بندگانی را که به قدر ماه شریف رمضان نمیدانند نمیرسند عمر ضایع میگذرانند بعضی ها بی نماز هستند بعضی ها از روزه دور هستند خداوند هدایت شکر زیرا اگر در این ماه شریف رمضان که شیاطین زنجیر پیش هستند هدایت نیابند یا وقتی مرده شد دیگه هدایت نمیابند خداوند عاقبت کارمون به خیر انجام ده رمضان بزرگ و قرآن عظیم شأن را شفیع مشفع ما فردا روز قیامت گردان و پروردگار را مساعدت فرما که در ماه شریف رمضان در طول یک ماه طاعت عبادت